آینه که زرد رنگ طلبه گفت مثل سکاینر است. خوراک بگاهش شوربای کتابی است که مقواش را میخواهد به جای استخوان و دعوا دارد که 5000 کتاب خونده است. دعوا میکنه که بیشتر از 5000 کتاب خوندم. یعنی که به همین چنین منطقی هم مردک گیریم، عجب نیست که روز میبرید و میگه که من 1 میلیون کتاب خونده هستم. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. رب اشرح لي صدری و یسر لي امری واحلل عقدة من لسانی. عزیزان بیننده، امروز درباره مبالغه عصر، درباره معجزه 5000 کتاب صحبت میکنیم. اما پیش از آن که درباره این معجزه صحبت کنیم، درباره صاحب این معجزه صحبت میکنیم که این شخص باز برآمد، یعنی نه تنها علیه خودش دروغ میگه بلکه علیه دیگران نیز دروغ میگه. دعوا کرد که گویا که من در حیاتم نه پویس خونده باشم، نه رمان خونده باشم، نه کتاب خونده باشم و فقط به همین 4 کتاب هفته یک آشنا باشم. از زمین ادبیات اسلامی چیزی نمیخواهد خواندن. هیچگاه در عمرش مثلا رمان پویس نخونده است و من دقیقاً میگم. این البته تهمت بهش نیست. یعنی تو فکر نکن که دیگه این ملاهایی که در همین زمان ما هستن مثل ملاهای عصر 16 17 بخارا چی باشن، فقط 4 کتاب تورات و نماز رو میخونن دیگر چنین. من در هجرت قرار دادم، در مهاجرت، لیکن این کتابایی که من میخوندم همیشه با خود میگیرم. مثلا کتاب یادداشت‌های استاد عینی، یا اینکه قسمی دیگرش هم سال 77 چاپ شده است، این هم استاد عینی هست، من همراه با خودم دارم. مثلا کتاب خدا رحمت کند احرار مختارов، مورخ همشهری مؤثر روشن، درباره دلشاد شاعره. خب کتاب درباره آذری استراوشنی که من با خود دارم، چند سال است. کتاب آدینه از صدرالدین عینی به زبان روسی من میخونم، محترم طلبکوف. گراف مونته کریستو، کتاب پاولو کایل مکتوب است، به زبان روسی هست. و من عادت دارم که وقتی کتاب میخونم حتما در آخر کتاب صحیفه‌های مهمش خیلی برای خودم قید میکنم که بار دوم و سوم وقتی میخونم چیزی در کارم تیسر یابم. کتاب گذرهای اورتپا یا که استراوشنی حاضره که اینم از شاهکاری‌های خدا رحمتی احرار مختارов است. اینم کتاب احمد دانش است. اینم کتاب درباره چگونه روس‌ها آمدند و آسیای میانه را ضبط کردند، روسیه سنترال آزیا. اینم کتاب تاریخ استراوشن، بازنوشته احرار مختارov. اینم یک بروشور درباره کاتولیسیسم و پروتستانتیسم که نویسنده‌اش یک فرانسوی است و در روسیه پادشاهی چاپ شده است. اینم کتاب تذکره عالمان استراوشن است. ما بنابراین هر کی رو مثل خدا مپندار. شروع می‌کنیم با موضوع اصلی. دوستان عزیز، یعنی این یک بزرگترین معجزه زمانه است. همین شخصی که 57 سال عمر دارد و دعوا دارد که 5000 کتاب خونده است. دعوا میکنه که بیشتر از 5000 کتاب خوندم. بیاید همین افسانه 5001 کتاب رو که این آدم دعوا دارد با هم بررسی کنیم. یعنی آدم در طول حیاتش اگر همین سخت کتاب خوان باشد و کتاب دوست باشد، این البته از نابغه و استثناء نجا، 2000 شاید کتاب میخواند، یعنی در طول کتاب عمرش. نابغه ما دعوا دارد که از 7 سالگی کتاب خوان بود. مثلا اگر فرضاً از 15 سالگی تا 57 سالگی 42 سال است. در 42 سال اگر انسان هر روز 2 ساعت 3 ساعت سخت زور زند و کتاب خواند، بیمار نشود، زن و بچه نداشته باشد، کار نداشته باشد، مجلس نداشته باشد، سفرهای خارجی، سفرهای کاری، خب مهمان این و این نداشته باشد انسان، یعنی که در یک هفته میتونه که به حساب من 3 کتاب خونه، در یک ماه 12 کتاب، در یک سال 20 کتاب خونه که مثلا تقریبا کتاب‌های حدوداً 400 500 صفحه است. این اگر طرزی، اگر انسانی که عائله داره است، کار داره است، این و آن است و خصوصا این کتابخانه رقمی ما، این مردک میگه که پدرم وقتی وفات میکردم من وصیت کردن که دیگر برادرات زیر قنات خدا دیگه خودت اونا رو کاراشونو بود کن. انسانی که اینقدر وظیفه‌های اجتماعی دارد، خب غیر از این کارهای خودش امکان نداره که این چیزا پیاده کند در حیات خودش. بیایید معجزه رو تحلیل کنیم. همین معجزه‌ای که این مردک دعوا دارد، اگر از 15 سالگی کتاب آغاز کرده باشد، خب 42 سال گفتم کتاب خوندگی است.
در 42 سال دعوا دارد که 5000 کتاب خوندم. یعنی 119 کتاب پلوس مینوس در یک سال. فقط 119 کتاب. 10 کتاب در یک ماه و 2.5 کتاب تا 3 کتاب در یک هفته. یعنی قهرمان ما هر روز، یعنی که در هر 3 روز یک کتاب میخونه است. و این هم 42 سال پای در پای. تصور کنید. کور و بار، بیماری، تعطیل، جشن، مراسم، زن و بچه، مهمان، نه. چون که آدم خیلی نداره. این نابغه است. دیگر. اگر تقسیماتی وقت بده، یعنی انسان اگر وقت چه تقسیم کنیم، در یک روز مثلا انسان 7 ساعت 7.5 ساعت خواب داره. 9 ساعت کار داره. اگر انسانی که در یک اونجا کار کنه، یعنی میره در ساعت 8 تا 5 بگوی تا 6 بگوی کار میکنه. خب 1.5 ساعت 2 ساعت شاید برای خوراکش میگیم. مثلا کارهای خانه، مثلا خانه میاد باز یک انجام عوض میکنه، میشینه صحبت میکنه، شاید میبره روی حولیش کار میکنه. خب بعد 1 ساعت تفریح داره. بعد دیگه 1 ساعت دیگه کتابخوانی داره. یعنی ببینید همین اگر این شخصی عادی زندگیش به همین شکل است. خب چگونه به این رکورد رسید برادران؟ چگونه این مردک 5000 کتاب خوند؟ علما اختلاف کردن. من اقوال علما رو میگم برای شما. 8 قول است اینجا. ناز گوش کنید. قولای خیلی جالب است. یکم بعضی‌ها به این رأیند که شاید که باید در یک وقت 2 کتاب میخواند، لیکن به چشم راستش یک کتاب، به چشم چپش یک کتاب دیگر میخواند. این قول اول است. دوم قول بعضی علمای دیگه گفتن که شاید هنگام خواب رفتنش کتاب زیر بالشش میموند یا بالای سرش میموند و کتاب به شکل دیفوزیا معلومات رو به معنی وای میگذارند. دیفوزیا گوگل کوید معناش میکنه. رأی دیگری علما، سوم رأی، گفتن که شاید که طلبکوف توسط تکنولوژی وای فای کتاب رو به خودش از مسافه‌های دور محتوای خود رو به مغز سرش جمع میکنه. چهارم قول علما گفتن که شاید که او کتابخوان نه، او کتابخوار است. صبحانه‌اش کتابخوری، کتاب نوشی. تمام نصف روزش کباب کتابی. در رویش کوکتیل کتابی از همون شیره های کتاب و ورقاش جمع می‌کند و می‌نوشد. خوراک بیگاهیش شوربای کتابی هست که مقواش رو می‌خواهد به جای استخوان. این قول بعضی علما. بعضی دیگر در این رأی هستند که شاید او هر کتاب رو با بو کشیدن مقواش رو یعنی که میخواند و این هم از کرامت‌های این اشوانی دروغ باف است که توسط بو کشیدن کتاب رو از خود می‌کند. بعضی دیگر گفتن که این از همه رأی به فکر من نزدیکترش همین است. سر کتابخانه بی سابقه طلبکوف که به 5000 رسیده است در همون عینکی زرد رنگش است. عینکی زرد رنگ طلبکوف مثل سکاینر است. همین که کتاب دید از مقواش هم باید کتاب سکاینر بکند و در مغز سری مردک جمع کند یا در مغز سرش انتقال میتد این چیزا. بعض محققا باشن گفتن که سر کتابخانه طلبکوف این من برای اون میگم که این مردک برومد بسیاری از علمای ما رو دشنام داد، مسخره کرد، استهزا کرد، طنز کرد. عموما شعار اسلام طنز کرد. بنابراین مجبورم که برای دفاع از اون برادرای خود این جمله رو در حق مردک استفاده کنم. گرچه که از ادبیات من نیست که عکس تحقیر کنم. این مردک برومد بعضی ملاهای مثلا مشهور گفت که اینا جورابریشن، جایرریشن، گناهگونریشن، نمیدونم چیان، نه سلهشون، نه جیلکشون، نه مسیحشون، نه آفتابشون. قول هفتم درباره طلبکوف این است که همون مویسری ژولیده قاقمانند او مثل یک آنتن هست که مضمونای کتاب رو از دیامتر 5 متر به خودش میکشید و در مغز سری مردک جمع میکنه. این هم یک قول است دیگه. بعضی دیگر گفتن که سر کتابخانه اینم فکر خیلی جالب است. چون خودش هم بسیار وقت اینه که با یک ابهت و با یک وای میگه که من مایمنشم و همه شاعر رو تعریف و توصیف میکنند و یعنی که از ماینوشی خودش چی میکنند نباید خفه شود. سری یعنی که این 5000 کتاب خوندنش این است که او اول کتاب ها رو به طریق علمی در درون عرق یک مدتی معین تر میکنه کتاب ها رو تا اینکه محتوای کتاب رو عرق در درون عرق حل شود. همون حرفای و چیز و همه چی ورقه حل میشود. از اون داخلی اون خون میگیرد، بعد در داخل شیشه اون که قدحش میریزد، بعد اون مینوشد، بعد توسط اون همین کتابو در مغز سرش جمع میشه. این آخران قول علمای نسبت این 5000 کتاب بود.
اینکه چگونه این مردک 5000 از خود کرد. اینکه شاید که حالا ما با این ثبت نوار مشغول هستیم یا گوش رسیدیم، شاید طلبه گفت 6000 7000 کتاب خونده باشه در این مدت، چون که فکر واسطه‌های گوناگون داره برای کتاب رو برای خودش انتقال دادن به مغز سرش. انا کن یک سوال دیگر، وقتی این مرد کتاب میگوید چرا در نظر داره به فکر شما؟ وقتی این 5000 کتاب خوندم میگه، من مثلا اینجا بعضی تعویلات از برای شما نقل میکنم که کتاب گفته این مرد چرا در نظر داشتنش ممکن است. و فکر من هر چی که کاغذ دارد برای یک کتاب حساب میشود. دومش منوی طرفخانه وقتی میکشد برایش کتاب است، چون که ورق کشد باید فکر میکنه کتاب است. ورقای تبلیغاتی یعنی اون رکلام ها یا اعلانایی که در ستونهای کوچه میشود، خب هر کدامش که به نظر این مردک افتید همین که خوان به یک کتاب حساب میکنه. یا اینکه روزنامه‌های دیواری هست، مثلا در دیوارا مثلا روزنامه در کوچه و شهرهای بزرگ میزنن که مردم خوانن، اینو که گزید نمیکنن. این هم شاید که به همون نظری قربانای خودش به همین گزیته‌هایی که در دیوارا زرش دیگه از میخونند اونم یک کتاب دیگه اسم میکنن. شاید که رساله 10 صفحه‌ای هم میخوند یک کتاب اسم میکنن، یک مقاله میخوند کتاب حساب میکنه، یا ممکن یک تحقیق علمی کوچک هم میخوند کتاب حساب میکنن. شاید که اون بلیت اتوبوس و چک هایی که در مغازه میگیرد و همین دانو شاید که این کتاب حساب کنه مرد، چون که در نظر هر چی ورق است کتاب است. یعنی که به همین چنین منطقی هم مردک گیریم، عجب نیست که روز میبرید و میگه که من 1 میلیون کتاب خونده هستم. 1 میلیون کتابش تقریبا 1400 سال باید که حیات بندین. خب ممکن که یه روز میرسد احتمال زیاد که همون رسمی که در اینستاگرام ببیند کتاب حساب میکنه، رسمی که در پیامکان ببیند یا پیامکان میخوند و نیم کتاب حساب میکنن. منوی طرفخانه چه خیلی گفتم 2-3 ورق داشتن، هر یک تیره یک کتاب حساب میکنن. نقلنامه‌های مغازه هم ببیند یک کتاب حساب. یعنی که همین خیلی این مردک تصورات داره برادر. یکی عجایب بودش اینه که خودش به دهان خودش در این آخران نوارش گفت که به حد رسید که دانشگاه رفتم افتیدم. من گفت اینقدر کتاب خوندم، این کردم وای کردم، در ناحیه خوندم، در دهات خوندم رفتم، لیکن در دانشگاه افتادم. هیچ خیلی کتاب خونی است که اینقدر حجم کلان کتاب میخونی. خیلی وقت حالی تو جوان بودی ممکن اگر از عمرت از اون 5 سالگی 5 سال باشه دیگر از این 40 گرم میگن 8 که همین با گرم 8 که همین عدده احتمال زیاد تو مثلا 700 تا خونده بودی کتاب یا 600 تا کتاب خونده بودی یا 500. خیلی انسان که 500 کتاب میخوند از چیزی دانشگاه میافت. خلاصه عزیزان وقتی که محدودیت های زمانی حساب کنیم، تقسیمات وقت حساب کنیم در یک شبانه روز، مرحله های گوناگون حیات انسان که وزنی است، کسلی هست، مهمانی است، یا جو سفر کردن است، یعنی که انسان مزاجش هست، مزاجش ویرانش هست، کتاب خوانی میتوند، کتاب خوانی نمیتوند. ما اگر همین با علمای بزرگ قیاس کنیم یقینا میتونیم بگیم که ادعای 5000 کتاب خوندن در طول 57 سال غیر واقعی است. این اصل نداره. یعنی خلاصه ادعای همین 5000 کتاب خوندن در 57 سال از جانب شخصی مقرری که زندگی عادی دارد، چه خیلی گفتیم، کار دارد، بار دارد، زن بچه دارد، این دارد و دارد، یک افسانه دلخوش کننده است که میتواند در کتاب رکورد گینس همچون مبالغه عصر درآید.